شبای آخر کارد به استخون رسید. روح شهید عزیزمون حاج علیای لاریجانی شاد، روح همه شهدامون شاد. هر کی بلا ولایت سفت بیسته خدا زودتر قبولش میکنه. رفیقان میروند نوبت به نوبت، خوش آن روزی که نوبت بر من آید. حالا که عاشورایی ناله میزنی بسم الله، حالا که بغض بسته به من راه حرف را روزه بخوان که موقع ذکر مصیبت است. جان من زمین نمیفته دیگه، افتاده بود روی زمین زیر دست و پا. ای وای یا امام رضا عذر میخوام، شعرم تمام میشود اینجا، اما روایت است چون تنگ شد برو میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح از جولا. نه ذوالجناح دگر تا به استقامت داشت. میدونی چجوری بود حال ابی عبدالله؟ خسته بود آقا، تازه روی مرکبش نشسته بود آقا. و عقبیای زجه بزن از اون انتهای رواق انعکاس نالت بیاد تو صورت من بخوره من زنده شم. میگه ذوالجناح نگاه کردید ابی عبدالله دیگه نمیتونه رو اسب ایسته، گریه کنا. میگن ابی عبدالله به چپ لنگر مینداخت، ذوالجناح تعادل رو برمیگردون. یه ذره میرفت جلو میدید ابی عبدالله به راست داره لنگر میده، ذوالجناح دوباره حضرت رو برمیگردون. کنه انگار ابی عبدالله صدا بزنه بس مرکب دیگه نمیتونم. نه ذوالجناح دگر تا به استقامت داشت. امسال ماه رمضان محرم شده، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت.